امروز 11 فروردین ماه 1398 خدمت شما عزیزان از طریق رادیو داماش گزارش می‌کنیم. رادیو 24 ساعته اینترنتی داماش گیلان از ورزشگاه سردار جنگل رشت در خدمت شما عزیزان هستیم با پخش مستقیم و زنده دیدار تیم‌های داماش گیلان و سردار بوکان از هفته 24 رقابت‌های لیگ دسته دوم. همین حالا سوت شروع دیدار تیم‌های داماش لاجوردی پوشان شهر باران در مقابل قرمز پوشان سردار بوکان آغاز شد. این طرف امیررضا بیات هست که توپ رو مال خود میکنه برای موسی شعبازی. فرصت فوق‌العاده رو به وجود میارن بازیکنان تیم سردار بوکان. راه میندازه این طرف علیرضا صبوری رو، بازیکن فصل گذشته داماش و شهرداری فومن رو، او هم در عرض. فرصت برای شوت زنی دوران، یه شوت و گل. حسین حمیدی بود که با یه شوت غافلگیر کننده از بیرون محوطه جریمه گل اول تیم سردار بوکان رو به ثمر میرسونه. در دقیقه 12 دیدار سردار بوکان 1 داماش گیلان 0. کمی از سانتر نداره پرتاب‌های کنعان، بلند روی دروازه، ضربه سر اول رو میزنم و به تیر دروازه برخورد میکنه. ضربه سر جابر نصیری. بله، میلاد پور محسن است، ارسال و گل. میلاد پور محسن، ارسال زیبای میلاد، ضربه سر اول رو برگشت میدن. یه شوت از میثم فرزانه، توپ رو کنترل میکنه رو به عقب. همه بازیکن‌ها در زمین تیم سردار بوکان هستن. مرتضی حیدری، فرصت برای بازیکنان تیم داماش و توپی که برگشت داده میشه. باید کنعان طاهرنژاد توپ رو بلند پرتاب بکنه، افرست بلند و خوب. کنعان میفرسته روی دروازه. ضربه سر اول از یاران تیم داماش، خود کاپیتان محمد مختاری و توپی که کنترل میکنه محمد فرامرزی. حالا سوت داور این مسابقه و اعلام پایان نیمه اول. با همون تک گل دو تیم به رختکن میرن. ارسال میلاد پور محسن، وای فرصت از دست میره. 4 در مقابل 4. چه ضد حمله بازیکنان سردار بوکان دارن پیریزی میکنن. موسی شعبازی موقعیتی رو گل نکرد خوشبختانه. این گله وای چجوری به تیر خورد. ضربه میلاد پور صف شکن. ما میزنیم، ما این بازی رو قطعا گل میزنیم. کنعان طاهرنژاد هم شانس خودش رو در ارسال امتحان میکنه. یه فرصت وای از روی خط برمیگردونه. این بار میلاد پور محسن سربالا، ارسال روی دروازه. فرصت برای تیم داماش، وای کنه از توی دو قدمی دروازه توپ رو به گل تبدیل نکردیم. به هر حال بابا 2 تا تیرم زدیم ما توی این بازی. جابر نصیری و کنعان طاهرنژاد و محمد رستمی حضور دارن. جابر نصیری میزنه و گل. 10 بازی پیش از این بازی ما در این ورزشگاه انجام دادیم، هر 10 تا رو بردیم. فقط 3 گل خورده بودیم توی این ورزشگاه، 23 گل هم زده بودیم. سعید طالبی پشت محوطه جریمه، فرصت برای میثم فرزانه. وای میثم، کجا سر میخوری تو میثم؟ 20 ثانیه تا پایان بازی. ما یکیش عقبیم شنوندگان خوبه رادیو داماش. محمد رستمی، ارسال روی دروازه. وای میلیمتری از کنار دروازه توپ به بیرون میره. بلند میفرستن به زمین تیم سردار بوکان. میفته میثم فرزانه در تقابل با بازیکنان خط دفاعی تیم سردار بوکان و وقت اضافه هم کامل تموم شده. عباس کندل حالا بلند ارسال. بچه حداقل یه گل بزنید که ما نبازیم. بلند فرصت برای بازیکنان تیم داماش. بله تمام سردار بوکان میبره
داماشگیلان رو بعد از 10 بازی داخل خانه در این فصل که ما هر 10 بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشتیم، حالا بازی رو میبازیم.